سربرداری نهال گردو. دوستان تو پست‌های قبلی راجع به سربرداری نهال‌ها صحبت کردیم و به صورت عمومی گفتیم که اکثر نهال‌هایی رو که کاشتیم از ارتفاع 80 سانتی متری سطح زمین سربرداری می‌کنیم تا تاجشون بعداً از حدود 50 الی 60 سانتی متری سطح زمین شروع به گسترش کنه. اما برای درخت گردو قضیه فرق می‌کنه و ما سعی می‌کنیم تاج درخت گردو از ارتفاع حدوداً 1.20 تا 1.40 تشکیل بشه. اونم به 3 تا دلیل که خدمتتون عرض می‌کنم. خب دلیل اول، ما تو پست‌های قبلی گفتیم که درخت گردو حساسیتش به نسبت سرما نسبت به خیلی از درخت‌های دیگه بیشتره و شما خودتون میدونید که سرما به دلیل سنگینی همیشه تو ارتفاع پایین‌تری میشینه. بنابراین ما سعی می‌کنیم تاج درخت رو یه خورده بالاتر بگیریم که 2-3 درجه با سطح زمین فرق داره. خب دلیل دوم هم اینه که میوه‌های درخت گردو چیدنی نیستش بلکه تکوندنیه. یعنی شما به وسیله یه چوب دراز یا وسیله دیگه ای اون رو میتکونید و یا جدیدن هم که مد شده از شیکر پشت تراکتور نصب میکنن و به تنه درخت میزنن و با لرزشی که ایجاد میشه میوه های گردو پایین میریزه و باید اونا رو از زیر تاج درخت جمع کنیم. بنابراین باید یک فضایی رو داشته باشیم که بتونیم میوه هایی که تکوندیم جمع کنیم. دلیل آخرم اینه که تاج درخت گردو به نسبت بسیاری از درخت‌های دیگه وسیع‌تر و بزرگتر هستش. بنابراین اگه تاج درختمون تو ارتفاع پایینی تشکیل بشه قطعا شاخه های اون مزاحم کار ادوات کشاورزی میشه. بنابراین باید تو ارتفاع بالاتری میگیریم تا ادوات کشاورزی به راحتی بتونه از بین ردیف ها عبور کنه. خب برای اینکه تاج درخت گردومون تو ارتفاع 1.20 تا 1.40 تشکیل بشه ما باید سربرداری رو از چه ارتفاعی انجام بدیم. این رو تو پست بعدی خدمتتون عرض میکنم. حتما ما رو دنبال کنید.